این عادت یهود است. شما اون گزیده را خوانده اید که از مردم لبنان یک مرد با دختر خودش نزدیکی کرد، از او فرزند شده است. به کدام خاطر؟ به خاطر که جاگاه ها یک جایی است. اینا پیغمبر خدا سخنش به حکمت نیست. من شما را گویم وقتی که درس میخونم نعوذ بالله خدا نشان نده یا یهودی به خواهر خودش میرسه، نعوذ بالله. خواهرش میگه ای برادر قوای تو از قوای پدرم دم زیاد بوده. میگه راست گفته، این گپ مادر من گفته بود. که شما خوب بینید او بدبخت هم به خواهرش میرسد هم به مادرش، اون مرد هم به زن خودش میرسد هم به دخترش. وگرنه از کجا میدونه قوای پدرش زیاد است یا قوای مادرش؟ رحموی چی ماست که این نصیحت های پیغمبر خدا است که 10 سالش جاگه او را جدا کنه. ما کودکامون 17 و 18 ساله میشه یه بار نمیگیم نماز بخوان، بعد از 20 سالگی و 21 سالگی بوده کجا که ما رو میگیره. وقتی ما گفتی پیغمبر نگرفتیم در 7 سالگی کودکان ما رو نصیحت نکردیم، کجا دیگه کودکان گفتی ما رو میگیرن؟ نمیگیرن. برای همین جدا نیکن سرچشمه زینا رو بدانیم که ما و شما پیدا میگیریم. اگر ما دانیم، این خوب دانیم شما، ما بدانیم که زن ما بدانیم دختر ما بدانیم مادر ما خلاف شریعت میکنه اما سکوت کنیم، ما را شریعت چی میگه؟ دیوس میگه. و الله جل جلاله پیغمبر خدا گفتن ان الله تعالی كتب فی باب الجنه انت حرام علی الدیوس. حضرت گفتن که خداوند در در جنت نوشته که ای جنت تو برای مرد دیوس، برای زن دیوس حرامی که داخل کنی. نمیموند جنت مرد دیوس. به همین خاطر شاید این سخنان من شما در قبیح آید، شاید شما رو نفارم، اما این سخن پیغمبر خدا است. من باید گویم، من اگر نگویم پیغمبر خدا گفتن الساکت عن الحق شیطان اخرس. یک آدم حقیقت میدونه اما نمیگه، سکوت میکنه، فقط نزد خدا و پیغمبر شیطانی گنگ میخیزه. این ملائکه فریاد میزنن، داد میزنن، اینا به خاطر تعریف نیست، به خاطر که پیغمبر خدا گفتن امتی من اگر میدونه گوی ناخی. اگر عالمان میگن فقط روز قیامت اول زبان عالمان میکشن که تو من تعلیم دادم، من تو توفیق دادم تو عالم شی، شما مردم نگفتی. زنا شکایت میکنن روز قیامت. این دانه اون زن میگفت که ای الله شوهرم پدرم من گفت که طعام پز اما نگفت که نماز بخوان، من گفت بهترین طعام بپز، نگفت من که بهترین سوره رو بخوان، من نگفت بهترین عبادت رو بخوان. باز برای 3 کس شکایت میکردن، برای فرزندش، برای برادرش، برای شوهرش، بعضیا برای پدرش در کدام شاه. پیغمبر خدا گفتن شما ای پدرها ای برادرها، پیغمبر خدا گفتن مر اولادکم بالصلاه، یعنی شما دستای اونا رو گیرین به نماز برین، حال اونا 7 ساله هستن. خوب گوش کنین، 7 ساله هستن و اونا رو بزنین، گفتن به شرطی که اگر نماز نخوندن در سن 10 سالگیش. و فرق بین مزاجهم، الکی گفتن کودک های شما 10 ساله شدن، جاگاه های اونا رو جدا کنید، دیگر دختر با بچه را در یک جا خواب نکنید. این روز عادت چیز است، من در جنزابه در این برنامه را گفتم که همین عادت چیز است که صورت های کلانه همون بعدای پهلوان ها رو داریم در خانه ها میمونیم دیگه. اول که ملائکه داخل نمیشه. این خوب دانه پیغمبر خدا گفتن در کدام خانه گفتن صورت است و در کدام خانه که سگ است. شما سگ و حوالین از خانه خیلی فرق داره. این حدیث بعضی برادر دیگه در نه مقصد و حدیث داخلی خانه. این عادت رسول هست سگا در خانه. بعضی تاجیکای من درون خانهشون میدرارن. پیغمبر خدا گفتن ملائکه داخل نمیشه. در حوالین بشرطه که با مجرد گفتن حول اون دهن او در کجای رفت ملائکه داخل نمیشه. نه خوب فهمید. میگه اون مقصد حدیثی پیغمبر خدا علیه السلام داخلی خانه. اگر احتیاط در حوالین هم نگیریم با خوب شرطت با او گرفتن. میگه مقصد او حدیث فهمید که میگه کدام ملائکه دادن که ملائکه رحمت و بعد میگه که ملائکه نمیداره جانی مرد نمیگیره صورت قیامت درگیر شما. اون ملائکه عذاب اگر در آسمان هم باشه خدا میگه شما رو میرا جان تا نمیگیره. این نفهمید که بگه که من نمیمرم دیگه همون که صورت قیامت برای ما نیست. برادر ببین که پیغمبر خدا ما رو چی نصیحت کرد. به همین خاطر همسراتون نگوی با سر شهوت داد دادن این حرام است. بس مثلا از پیش خودشون قانون گذاشتن این هم حرام است. من دیروز یک سوال شید وقتی این سوال خوب گوش کنید من در فیض آباد بودم میزنم و بیچاره که مرد و هیچ کار نمیکنن
و فقط پیغمبر خدا گفتن 3 روز شما برای آل جعفر، یعنی اصنعوا طعام لآل جعفر، که اونا مصیبت زدن غمگینن، شما طعام تیار کنید. این نیست که او بیچاره ما خونه را حرام میکنه و ما سفیدی میکنیم و سیاهی میکنیم. ای دروغ است. ای بیچاره چیز حرام کردگی نیست. با ستیلایی که میشه و بیچاره البته باش در خونه شده، خونه رو خاک کنیم برای نگنید. خونه رو شده، خونه رو دیگه کجا میبرین خونه را؟ اینو در اسلام تحمل نکنید. پیغمبر خدا گفتن کسی اگر بر من یک سخن تحمل میکنه دوزخ جای او هست. پیغمبر خدا طرز این تعمدار و بیچاره چیکار کرد از اوخی؟ اگر خوب میگی که برای او فایده شد، یک کم بغلت این دعا کنه صدقه جاریه است تا مدامی که برای او استفاده میبرن برای ثوابش میرسه. میگه برای بیچاره ستیل گناهگار نکنه، او کروشکه و ادیان میپیچه، نه لباس تنی و خون نباشه که باید نماز کرده باشه و هیچ گم ندارن. همین بدن ما زنده بودن همین در حالت زنده بودن اگر خون ای بدن من برای بینماز هستم. اگر بیچاره تنی و قاب باشه او چی میکنه؟ اینا جایز نیست. از پیش خود در اسلام تحمل نکنید که او بالا است. پیغمبر خدا گفتند کسی در دین ما یگان چیزی را پیدا میکند برای شما اگر ماهن و شبن و روزن و سحرن هر روز بیارن، یه روز نیارن میگه شهوت تو برای من هیچی نآوردگی نیستی، هیچی نآوردی. این عادت هست. پیغمبر خدا گفتند به این دو کار شما دوزخی هستین، هرگز این کارو نکنید. البته شما در فرض است که برین همسراتون این حقوق خودتون بگید. برای پیغمبر خدا گفتن کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتی. همه شما گفتن 10 مرده هستین و روز قیامت از این 10 مردگی پاسبان شما رو سوال و جواب میکنن. مثلا اگر همون 10 مرده اگر یکم گوسفند از بین بره، همون رئیس او رو سوال و جواب میکنن. اما پیغمبر خدا ما رو گفتن که شما 10 مرده هستی، اهل عیالتون و منظره همون گوسفندی که میچرانی مثل همون هستن و از این گفتن شما رو سوال و جواب میکنن.